سی شارپ، جاوا، گو. سه تا از شیگراترین زبان‌های برنامه‌نویسی هستن. اصلا وقتی اسمشون رو میاری شیگرایی از اسمشون میچکه. بهترین کاری که با زبان شیگرا میشه کرد چیه؟ اینه که باش بازی بسازی. کاری که من امروز میخوام بکنم. با این سه تا زبان بازی فلاپی برد معروف رو میخوام بسازم تا ببینم به چه چالش‌هایی میخورم و این زبان‌ها چه فرقایی با هم دارن. اولین زبانی که میخوام باهاش شروع کنم زبان گو هست. چون خیلی تعریفش رو از نظر سادگی شنیدم. این زبان توسط گوگل ساخته شده. گوگل هم تا گردن ما رو تحریم کرده. پس انتظار داشتم راه اندازی و نصب پکیج توی این زبان خیلی سخت و دردسرساز باشه. اما خوشبختانه مشکلی نداشت و تونستم هم کامپایلر گو رو نصب کنم هم پکیج‌های مورد نیازمو نصب کنم که البته فقط یه پکیج بود به این اسم. من یادم یه بنده خدایی که اصلا یادم نمیاد کی بود گفته بود گو یه زبانیه بین جاوا و سی شارپ، ولی وقتی باهاش کار کردم دیدم اصلا اینجوری نیست. کلا یه فرقای اساسی دارن و حتی اونجور که باید هم این زبان شیگرا نیست. به جای کلاس استراکس داشت مثل زبان سی. ارثبری و اینکپسولیشن و این جور چیزا هم اصلا نداشت. یه شیگرای خیلی معمولی در حد کار راه انداز داره. چیزی که گو رو خیلی معروف کرده یکی سرعتشه، یکی سادگیش. سرعتش به خاطر گروتین هایی هست که داره. این گروتین ها جای ترد ها رو میگیرن و کارهای همزمان رو خیلی بهینه و درست حسابی انجام میدن. به خاطر همین هم توی برنامه‌نویسی بک‌اند و API و خلاصه جاهایی که سرعت و همزمانی مهمه این زبان کاربرد زیادی داره. اینجا کتابخونه مورد نیازمو نصب کردم و شروع کردم به نوشتن کد بازی. چیزی که فهمیدم و ممکنه به چشم بیاد اینه که این زبان اینام هم نداره. کلی از کانسپت‌های برنامه‌نویسی رو به خاطر سادگی حذف کردم. ولی چیزی که از تجربه بقیه برنامه‌نویسا با زبان گو شنیدم این بوده که درست این زبان به سادگیش معروفه، اما این سادگی موقتیه. وقتی که پروژه بزرگتر و حجیم‌تر میشه این سادگی هم محو میشه. من که الان 2 ساعت هم بیشتر نیست این زبان رو روی سیستمم دارم، نمیتونم این حرفو تایید کنم نه تکذیب. خوشبختانه کار با این زبان سخت نبود و راحت تونستم صفحه گرافیکی رو راه بندازم، یه آبجکت نمایش بدم و یه سری منطق جاذبه هم بهش بدم. بعد نوبت لوله ها بود که همیشه سخت ترین بخش فلاپی بردن. یعنی هر بار که بخواید این بازی رو بسازید باید به این بخش لوله ها دقت کنید. طبیعتا اینجا هم از این قاعده مستثنا نبود. کلی به باگ خوردم و مجبور شدم فیکسشون کنم. و مرحله بعدی کلیژن ها بود. بعد دور آبجکت یک مربع در نظر میگرفتم، دور لوله ها هم یک مربع و هر موقع این دو تا مربع به هم برخورد کردن پلیر میبازه و بازی ریستارت میشه. یکی از نقاط مثبتی که گو داره اینه که کامپایل میشه به کد ماشین، دقیقاً مثل سی و سی پلاس پلاس. یعنی کدی که کامپایل کردید قابل حمله. این برای منی که به برنامه‌نویسی سیستم علاقه دارم خیلی نکته مثبتیه. نکته دیگه که خیلی برای من مهمه اینه که دستتون چقدر توی استفاده از این زبان بازه. یعنی آیا میتونید به راحتی تمام پتانسیل‌های زبان رو توی یک کد ادیتور استفاده کنید یا نه. گو توی این مورد خیلی خوب از آب در اومد. یک کامپایلر رو نصب می‌کنید و خودش پکیج منیجر داره. البته که پوشه پروژه‌ای که می‌سازید باید اختصاصی برای همون پروژه گو باشه. از اونجایی که برای کنترل پکیج‌ها یه سری فایل می‌سازه داخلش. اما بازم استفاده ازش توی محیط کد ادیتور بدون IDE کاملا ساده و بی‌دردسره. تو این زبان باید ارور هندلینگ‌ها رو خودتون انجام بدید. یعنی ترای اکسپت نداره این زبان. واقعا موقع استفاده ازش فکر کردم سی رو برداشتن، یکم از قابلیتاش رو پاک کردن، تر و تمیزش کردن، گذاشتن جلو. جالبی دیگه این زبان اینه که میتونید انتخاب کنید نوع متغیر رو تعیین می‌کنید یا نه. یعنی علاوه بر این که میتونید مشخص کنید که فلان متغیر حتما باید مقدار صحیح بگیره یا اعشاری یا رشته، همچنین میتونید این کارو هم نکنید و بسپرینش دست کامپایلر که یه سینتکس جدیدی داره. برای من سینتکسش جدید بود، 2 نقطه مساوی، چیزی بود که تا حالا تو هیچ زبانی ندیده بودم. یکی دیگه از چیزایی که مردم به خاطرش از این زبان خوششون میاد تایم کامپایل سریعشه. کد خیلی سریع کامپایل میشه. حقیقتش من تا حالا پروژه اونقدر بزرگی نداشتم که تایم کامپایل توش مهم باشه و هیچ وقت هم درک نکردم که چرا تایم کامپایل مهمه. نهایت کد توی 2 تا 10 ثانیه کامپایل میشه دیگه. حالا باز اگه غیر اینه بهم بگید. یکم هم سعی کردم بازی رو با تم خود لوگو بنویسم. لوگوی گو آبیه و سعی کردم تم فلاپی بردم هم آبی باشه و این پرنده خوشگلی که میپره به جای پرنده فلاپی برد لوگوی خود گو باشه. اینم از بازی. زبان بعدی جاواست. توی ویدیوی قبلی که با همین سبک ساخته بودم از جاوا هیچی سر در نمی آوردم، اما الان باز یه ذره با دست بازتر باهاش کد میزنم. از قبل هم که نصب داشتمش دیگه نیاز به نصب نداشت. جاوا دیگه شیگرایی رو تموم کرده، طوری که کل کدی که میزنید هم خودش یه شیء. البته الان توی ورژن های جدیدتر نیاز نیست کلاس رو بنویسید، اختیاریه، اما من اینجا نوشتمش چون باحال‌تر به نظر میرسه. این زبان ارثبری داره، اینکپسولیشن داره، ابسترکشن داره، پلیمورفیسم هست. و اگه نمیدونین این چیزا چیان، اینا اصطلاحات مختلف شیگرایی ان. این
زبان توی دنیای شرکت‌ها خیلی به کار میاد چون خیلی زبان پایدار و قابل اعتمادیه. تو سیستم‌های بانکداری، مالی، دولتی، سازمانی این زبان انتخاب اوله. اما برای کارهای روزانه یه برنامه‌نویس عادی قطعاً جایگزین‌های بهتری هم وجود داره. جاوا به بایت کد جاوا تبدیل میشه و روی JVM اجرا میشه. این یعنی به صورت رسمی تبدیل شدن به فایل اگزه رو پشتیبانی نمیکنه. دقیقاً مثل پایتون. این برای من یه نقطه منفی محسوب میشه، شما رو نمیدونم. اما مزیتش اینه که چون به بایت کد خودش تبدیل میشه، با همین JVM میتونه همه جا اجرا بشه. لینوکس، ویندوز، مک، موبایل، حتی کارتخوان‌های بانکی. کدنویسی با این زبان نمیگم آسونه، چالش‌های خودشو داره، سختی‌های خودشو داره، ولی خب مزیت‌های خودشو هم داره که گفتم مورد اعتماد بودن زبانه. ولی این اعتماد دقیقاً معنیش چیه؟ اول اینکه خود سازنده این زبان یعنی اوراکل از سال 1995 به صورت متوالی داره از این زبان پشتیبانی میکنه. این زبان مدیریت حافظه و گاربیج کالکتور خیلی خوبی داره. خطاها رو مدیریت میکنه، تست و دیباگ و مانیتورینگ توش آسونه و واسه همین برای پروژه‌های بزرگ خیلی خوبه. البته این حرفا تجربیات من نیست، چون من یکی عمرن روی پروژه به اون مقیاس کار کرده باشم. حقیقتا منی که دارم توش فلاپی برد میمیسم، خیلی دارم زجر میکشم. برای این زبان از VS کد استفاده کردم و واقعا اذیت نشدم توی روند استفاده. حالا اینکه چرا اصلا دارم محیط برنامه‌نویسی رو توی مقایسه این سه تا زبان پیش میکشم، وقتی رسیدیم به C# بهتون میگم. در نهایت برای این زبانم لوگوی خود زبان رو گذاشتم، تم رو قرمز کردم و این شد نتیجه. در نهایت C# این زبان برادر سوم خانواده Cه که سازندش هم مایکروسافته. وقتی مایکروسافت این زبان رو ساخت، خیلی آمدن گفتن این زبان یک کپی پیست از جاواست، ولی به هر حال راه خودش رو توی دنیای برنامه‌نویسی پیدا کرد. الان هم یکی از زبان‌هاییه که خیلی استفاده میشه. اگه جاوا به JRE و JDK و JVM و اینجور چیزا نیاز داره، C# به .NET نیاز داره. دقت کنید شما میتونید با این زبان فایل اگزه بسازید، اما اون فایل اگزه نیاز داره که .NET روی سیستم شما نصب باشه. البته میگن راههایی هست که خارج از محیط .NET هم کدتون رو کامپایل کنید، ولی میگن همچین بی دردسر هم نیست. من یکی نرفتم سراغش چون فکر کنم دقیقاً مثل تبدیل کد جاوا یا پایتون به اگزه باشه که میاد اون تیکه از مفسر یا کامپایلری رو که برنامه نیاز داره میذاره کنار فایل و تبدیلش میکنه به اگزه. اما خب همین که یه فایل اگزه بهتون میده بازم قابل احترامه. چیزی که من باش مشکل دارم اینه که برای استفاده از پتانسیل کامل این زبان باید ویژوال استودیو رو نصب کنید که IDE. محض اطلاع من از IDE متنفرم. نمیدونم چرا، فقط احساس میکنم خیلی بی‌دلیل سنگینم. این قضیه از زمانی میاد که یه سیستم ضعیف داشتم و هرچی IDE نصب می‌کردم انگار انجین سه‌بعدی ران کرده بودم رو سیستم. تا اینکه دوره یه نفر رو دیدم که از VS کد استفاده می‌کرد. اونجا که با این کد ادیتور آشنا شدم، فهمیدم مثلا IDE نیاز نیست برای برنامه‌نویسی. شما هم یه لطفی به خودتون بکنید. اگه دارید برنامه‌نویسی یاد می‌گیرید، با کد ادیتور یاد بگیرید، مثل VS کد، و از آشغالایی مثل جت برینز دوری کنید. داشتم میگفتم ویژوال استودیو برای C# یه ابزاری داره به اسم ویندوز فرمز. میتونید خیلی راحت با درگ اند دراپ صفحه‌های گرافیکی طراحی کنید بدون اینکه یه خط کد بنویسید. این قابلیت جاهای دیگه هم هست، مثلا با کتابخونه‌های مثل QT بای، ولی اینجا این قابلیت با خود IDE میاد. خلاصه برای کدنویسی C# نیاز بود به ویژوال استودیو. البته کار نشد نداره، شما میتونید از کد ادیتور استفاده کنید، اما 100% قابلیت‌های زبان C# استفاده نخواهید کرد. بعد از کلی دردسر و عادت کردن به ویندوز فرمز، فهمیدم که بهتره کارو به چت جی پی تی بسپرم تا صفحات گرافیکی رو بسازم، چون دیدم یه چیزی نیاز بود به اسم خلاقیت که من یکی نداشتم. این زبانم شیگرایی ازش میچکه. تمام اصطلاحایی که از شیگرایی گفتم اینجا هم هست. گاربیج کالکتور داره، مدیریت حافظه هم داره. بیشترین جایی که این زبان استفاده میشه توی بازی سازی با موتور یونیتیه، بعد برنامه سازی با ویندوز و بعد حالا شاید هنوز فسیلایی باشن که با ASP.NET API سایت بنویسن. نمیدونم. با این زبان نوشتن بازی راحت تر بود نسبت به جاوا. نمیدونم شاید چون قبلا با زبان‌های خانواده C کار کردم اینجوری بوده یا نه. البته که C# به C++ و C شباهتی نداره، ولی خب وقتی همه بهشون میگن سه برادر، دیگه ما هم تایید میکنیم. این زبان به خاطر وجود گاربیج کالکتور از C و C++ کنتره. ولی حقیقتش من راضیم یه چند ثانیه از دست بدم، ولی نگران کرش شدن برنامه‌ام توی رندوم ترین و غیر قابل پیش بینی ترین حالت ممکن نباشم. بازی‌هایی که ساختم و نمیتونم از لحاظ حجم مقایسه کنم، چون هر کدوم بایت کدای متفاوتی دارن. اگه همشون کد ماشین بودن میشد یه کاری کرد، ولی وقتی یکی JRE، یکی .NET، یکی کد ماشین، چجوری می‌خوایم منطقی بینشون پیدا کنیم؟ توی ویدیوی قبلم که از لحاظ حجم مقایسهشون کردیم اشتباه کردیم. حتی میزان استفاده از رم و CPU و اینا هم مقایسهشون درست نیست، ولی مقایسه تعداد خط کدی که زدیم منطقیه. با گو حدوداً 400 خط کد زدم، با جاوا حدوداً 300 خط، با C# 200 خط.
اینم از این. برای من تجربه خوبی بود. حقیقتش نمیدونم کدومو پیشنهاد بدم. هر کدوم یه دنیایی هم برای خودشون و کاربردهای متفاوتی دارن. شما اگه تجربه از این زبانا دارید، خوشحال میشم برای من و بقیه توی کامنت‌ها تعریف کنید. اگه هم از ویدیو خوشتون اومد، لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.